توی میتینگ فیتنس کمز که این فیتنس با فیتنس هایی که ما معمولا باش آشنا هستیم کمی متفاوت هست، در رابطه با عملکرد صحبت میکنیم. عملکرد یک فرد عادی غیر ورزشکار میتونه یه نوجوان باشه، یه خانم یا آقای مسن باشه یا یک فرد جوان باشه. ما چطور میتونیم عملکرد یک فرد رو بالا ببریم؟ عملکرد میتونه عملکرد قلبی عروقی باشه، میتونه بهبود عملکرد توی کارهای روزمره باشه. برای مثال یک جوان یا یک فرد مسن حتی نیاز داره کارهای روزمره‌ش رو با خستگی کمتر انجام بده و با کیفیت بهتر انجام بده. هدف توی فیتنس کم زیبایی نیست. توی این فیتنس به دنبال حجم عضلانی و به دنبال کاهش سایز و تناسب اندام توی ورزش نیستیم، چرا که ما اعتقاد داریم که تناسب اندام رو باید شما به شکل دیگه با رعایت کردن موارد تغذیه‌ای به دست بیارین. ما تمرکزمون توی فیتنس کمز بهبود عملکرد هست و اجزای سیستم کمز در بخش فیتنس کمی تفاوت داره با اون فیتنسی که ما همیشه در موردش میدونیم و شناخت داریم. هدف ما توی این در واقع میتینگ آموزش مربیان هست که به چه شکل میتونن پرفورمنس و عملکرد افراد غیر ورزشکار رو بالا ببرن. این دوره و میتینگ برای افرادی هست که به عنوان مربی دارن با گروه های مختلفی کار میکنن که معمولا غیر ورزشکار هستن. میتونه اون گروه ها نوجوانان، جوانان یا افراد سالمند باشه. آموزش میدیم که چطور بتونین هر یک از این گروه ها رو عملکردشون رو بالا ببریم. نحوه برگزاری کلاس فیتنس کمپ به این شکل هست که در بخش ابتدایی بخش تئوری هست، در رابطه با اجزای مختلف فیتنس کمپ صحبت میکنیم و اون رو آموزش میدیم. بخش بعدی بخش عملی هست که بخش هایی که تو بخش تئوری در موردش صحبت کردیم رو به صورت عملی تو گروه های چند نفره انجام میدیم. در کنارتون هستیم. اگر ایراد و اشکالی در نحوه اجرای حرکات وجود داشت اون رو آموزش میدیم، رفع اشکال میکنیم. در بحث تئوری انتهای دوره هم در رابطه با پروگرام دیزاین و طراحی تمرینات فیتنس کمز صحبت میکنیم و اون رو آموزش میدیم.